سلام دوستان، اومدیم شخصی که داخل ویدیو قبلی دعا می نوشت اینجا رو پیدا میکنیم یا اینکه دعاهای اون رو پیدا میکنیم. این قبرستونی اولش هیچ کار نمیکنن، میرن آخرش که هم تاریک‌تره هم جنازه های جدید گذاشتن رو اونا میریسن تو اونا خواب میکنن، چون اونا هنوز بینامونشونن. دعاها اون موقع تاثیرش 2 برابر میشه. هستش یا نه؟ کجا بود سوال نظر زدیم؟ بلندتر ساز. نیست نباید تو اون راستی دار بیاری واقعا سرده. همیشه میاد اینجا که تاریخ تره. این ها رو باید قشنگ بگردی. اینو نگاه کنم ببینم این نیست. نه یه چیزی که من نیستم قبرسته خط میکنن یا اینکه میذارن. خب چه مرزی داریم میذارن این باشه های سر قم اینجا پیدا کنیم. همیشه میمدیم بوده بسیشن بود. تازه دیروز هم دیگه یک شبی نمیاد بذاره و 10 تا اینجا یکی که ما نمیشه شما بیاد تو ویدیو بگه که صدا بیاد فرش بیا یکی دست بسته بیدار. اون یکی که من پیدا کرده بودم ماره 3-4 ماه پیش بود. معلوم پیسیش و پیسدگی دونه هاش رو که داخل گذاشته بودن معلوم بود قدیمی بود. باشه میریم مردشور خونه اونجا هم فکر کنم باشه دعایی، چون مردشور خونه هم دیدمش اون طرف. نه اونجا نمیدونم مرز داره چی؟ چی جایی اومده؟ ماشینش همینجا پارک کرده بود دیگه. آره؟ همینجا بود. خلاقه را کلا اومدم این وقت سال اینجا چی غلطی میکنم من که یخ زدم. داستان شده کدوم؟ اون مرده اون نگه میاد اینجا طلسم مینویسه برای مرگ و رزق اینو مرگ بیشتر مینویسه، ولی کسی که برای مرگ کسی مینویسه حتما ایدو سر قبر بنویسه. اینش
بگید گوشی رو امیر ساپا قشنگ بگید چی نوشته بخون؟ چشم و زبان محمد را زائده چشم زبان محمد زائده چی؟ جوانه خانه چی؟ درخواست علیزاده این تلسم قشنگ بیفته پشتشم بیا پشتش نوشته قبرستان دفن کن فردا این هر کی هست آشناه چون 3 تا الان تلسم پیدا کردم روش همینو نوشته باشه یه عکسی من از روش میگیرم بعد بریم اینا رو باطل کنیم بریم میریم با بریم داخل با فرما کن من از این یه عکس بگیرم باطلش کنم و آموزش اینو 100% من میذارم سایه نکن آموزش این دعاها رو من 100% میذارم واسه من کیف مدار بیارم داخل پلاستیکش کنم چون اینا بچه خطرناکه خیلی این دعاها خطرناکه ها بهتون من میگم حالا شما به گوش نگیرین دست بزنین این خدا همیشه من قرآن همیشه همراهمه تنها چیزی که جنیان ازش میترسن قرآن و بس یعنی کسی بیاد بگه من دعا می‌نویسم فلان دعا نمی‌ترسم بله کتاب زرتشتیه نگاه هر کتاب آیینی که خب چاپونه دکتر میدونم حالیم شد هر کتاب آیینی که خداوند فرستاده بر روی زمین یا از جانب خداوند یا سخنان خداوند چون این جنیان فقط از خدا میترسن اذن الله اینا رو زمین هست فقط هم از الله میترسن الان به نظرت انجیل و اینجا چیزا سخن خدا همه نبوده سخن خداوند نگاه ما چند تا خدا داریم وارد مبحث خدایان نشو ما نزدیک 30-40 تا خدا داریم معروفاش اهورا و بعدش الله و بعد یک چیز دیگه هم هست چی؟ عیسی خدا هست چرا میگه خود برای خارجی ها که خدا دیگه برای عیسی مسیح پیامبره عیسی خدا نمیدونم اونا میگن نمیدونم خداوند تا الان خودش ظاهر نشده بر روی زمین حالا اون شیاده‌ای که میگن ما خدا رو دیدیم و ما خدا رو کار کردیم یه رو جلوستو همینه تمام حالا اون کسی که هست میاد اینجا دعا می‌نویسه من یک سری گیرش بیارم بر پدرش لعنت اون طرف یکی دیگه نه نیست بر پدرش لعنت طرف بریم دیگه نداره بیا صبح میخواد صحبت کنی بیا بگیر بچه این دعاها نحسی بگیریم بچه این دعاها نحسی و شومی میاره به هیچ عنوان خواهشمندم ازتون دست نزنید رایج‌ترین دعا اینه که شما رو لباستون بنویسن فقط رو لباس رایج‌ترین دعایی که تا الان شناخته شده یکی عروسک وودوی که داخل پیج اینستا آموزششو گذاشتم خواهشمندم اونو رو کسانی که ازشون دشمنی دارین و برای مرگ ننویسین این خواهش ازتون دارم ولی برای ثروت و اینا اون عروسک عالیه این قبرستون 3 تا دعانویس اصلی داره که میان اینجا و دعاهای سنگین می‌نویسن نه کسایی برای رزق و روزی برای رزق و روزی زیادن آدم برای طلسمات مرگ اینا 3 نفرن کلهم میان این قبرستون میذارن یکی شیعه جوونه‌ایه میاد فقط مرگ می‌نویسه بر پدرش لعنت فقط مرگ می‌نویسه یکی دیگه هم یه پیرزنه‌ایه که از 2-3 تا روستای دیگه فقط میاد دعاش اینجا میندازه نمیدونم دعاش اینجا میخواد درست بشه یا اینجا کسی نمیشناسشی باز یک کلاغه دیگه میدونم یکی مرض دارن دیگه بدن
بپرن تا جونشون در فکر کنم این یه دوست نه این نیست نه این دوست. خب بریم یه نفر اینجاست قل هو الله احد 5 بار بخون 5 بار بخون تا نیان هر سری ترسیدی بلندتر بخون بچه ها من 100% پیج اینستای ما رو داشته باشین. من اون دعایی که الان پیدا کردم براتون آموزششو میذارم. فقط خواهشمندم که میایین داخل پیج ما هر دعایی رو میبینید و اعمال خیر انجام بدین. فقط خیر، جز خیر انجام ندید که توف و لعنت الهی بر شما حاصل می شود. خب بریم اون ور امیر عباس بگردیم داخل مرده شورخونه که من داخل ویدیوم گفتم من میرم به مرده شورخونه. خب فعلا هم یکی تلسم پیدا کردیم. هر دیوسی هم هست میاد می‌نویسه یه نفر دنبال منه هست بگم فرار کن میترسی یا نه؟ ها داریم میریم دیگه دنبالمون ما نمیتونیم همه چیزو بگیم. اگه به همه چیز گفتم بود که من همین الان بهتون میگفتم دعاه برای چی کاریه. فقط بچه ها اگه سری بعد اومدین داخل همچنین قبرستونی به دنبال که دعا پیدا کنین طلسم پیدا کنین اینجوری بیاین یه چیزی دستتون باشه دستتون به زمین نخوره. این مردش بکنیم از او بکنیم نمیخوایم این داخلش که الان میگن داخل مردش خونه یه دعایه نیازه که من برم برش دارم. اگه اون بی پدر نهید هونشه میگوست خدا هون چجوری تو میبینی؟ من کن نمیکنم جرد میکنی بری تو باید از اون بابا پایین ندیاد در بوت میگه نه دعاه اینجاست. از کجا میدونی اونجاست از کجا میدونی؟ میدونم دیگه اونجاست. من اینجا وای میستم حواسم هست. تو برو حواسم بابا من نمیتونم و تو برو خواهی نمیکنم برو. خب دیوز تو داری من ندارم. ان الله و ان الله راجعون به حق اهورا مزدا قوت قل الله قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. من آدم نیست برو فقط سری برو نه نه پلاستیک نیست دنبال هم کنار دیواره این نفر چی نرفتی برش داری؟ همه بیا بریم بیا با هم بریم بیا با هم نمیخوام مهم نیست بالا مهم نیست بیا پایین بیا پایین حواستو به درد خودت میخوره داداش من هینش که بشارم برو
برو ماتو برو فقط بره.